میخیر روزی دوشنبه بیگه سه شنبه ساعتی 9 در اومدم خوروی در خونم زل در جوگم فریدگیان ویرکم در پیشم خواب بودم کلانی دخترم شایره نام داره بعد تلفن گفت تکشه چیزه گاو زدن گفتم که ترسیدم یک هفته بود همین پیلانم میکشیدن همین نقششون کشیده بودن در ما قلف کردم خستم در ترسیدم در قلف کردم کورچه را گرفت اومد بیوی سیاه وی که داره گفت بیوی پدنلد وی که گفت داره زد شتقتی بودک می ترسه گفته داره وی کردم که این کلانی گفته در دیلش بزن دیل در اسپینو که جمع ده زد در ای پرم زد وقت حالتی وزبین ده آوردن اپیراتسم کردن 2 ساعت اپیراتس دوام داد اینا اینجا شیلنگ های پشم 6 ده زدیان اینا 6 ده زدیان ولی پشتم ندوخته شیلنگ های 6 وای گرفته خون و زرد و هوا در اومده فرزندوم هم خیلم کردن دختری کلانی قطعی دختری 5 منگی عزیز و شایره عزیز و خوصیه این مایدکی را هوا داد که هم خیلی که این مرم خیلی که برای خونه هم کردن ما 3 روز میشه دمی بانیسه ایش که چورا ما نمیبینه ازدواج کرده گشتیم من مادر هم خیلی فرزنده نمیبخشم هم برای خونه هم کردن در دوشنبه شون نموندن بچه نموندن که ایوره نه که نمیگن که خونمون بکن برای خونه خودم خمامی خیلی کردن خیلی شون که در دیل میزنیم در دیل ایجا در زدیان 6 هایه چقدر رفته 6 2 ساعت اپیراتسم دوام دو نه که همه خیلی فرزنده در ای دنیا در او دنیا دور بکشن شونه که من مادری گنده نبودم و یورا گیشنه نمیموندم تشنه نمیموندم من نون میپختم او خود میکردم و یادم بوده کشونده نه که مرا خیلی کرده ای فرزندوشون ببینه جزوی و یورا خداوام بتیه هیچ چوره ندارم دیگه منی بی بچه